الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انس ابن مالک رضی الله عنه می‌فرماید روز در مجلس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم حضور داشتیم. پیامبر گرامی اسلام فرمود فرزند انسان در دنیا سه دوست دارد. یک دوست دارد که در خانه‌اش هسته و یک دوست هسته که با همراهی اون با قبرستان می رود و یک دوست هست که داخل قبر او را همراهی می کند. اصحاب کرام گفتند یا رسول الله اون سه دوست برای ما معرفی نمی کنی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اون دوستی که در خانه شما باقی میماند اون مال شما هسته. وقتی از دنیا رحلت میکنید او در خانه شما باقی میماند. و اون دوستی که به نزد قبر شما میرود اون زن و فرزندای شما هستند. و اون دوستی سیوم شما که داخل قبر میشود و شما را پشتیبانی میکند، یعنی از شما دفاع میکند، اون اعمال صالح شما هستند که در دنیا انجام دادید. رسول الله به اصحاب نظر کرده گفت از این سه دوست کدامش اختیار میکنید؟ گفتن یا رسول الله اون دوست را که در داخل قبر ما را پاسبانی میکند. به همین خاطر عزیزان دل کوشش کنید که در عمل، یعنی در روزه و در نماز در عبادت ها دوری از حرام کوتاهی نکنید. چگونه که شاعر میفرماید از مکافات عمل غافل مباش، گندم از گندم بروید، جو ز جو، هر چی کنی با خود کنی، کس نتواند با تو کرد. عمل کردن فراموش نکنید. الله متعال همه من شما را توفیق بدهد که در دنیا عمل صالح زیاد کنیم. آمین.